تاجیکستان در ولایت ختلان از گردش غیرقانونی به مقدار زیاد مواد مخدر مصادره کرده شد. شرح همکسبان ما در همین خصوص آماده شده است. جنایت‌های علاقمند به قاچاق مواد مخدر به امنیت و ثبات کامل و آسودگی و سلامتی هر یک فرد جامعه خطری روی راست دارند. در رفته گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی، کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان و خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در منطقه خدمترسانی دیدبانگاه سرحدی رقم 5 قسم نظامی 0306 اتریاد سرحدی 5 ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان واقع در حدود ناحیه جیهون ولایت ختلان یک حالت عبور غیرقانونی خط سرحدی دولتی تاجیکستان با افغانستان و قاچاق مواد مخدر از طرف 3 نفر اعضای گروه ترانسملی نشجلابی مسلح افغان آشکار کرده شد. هنگام بازداشت نمودن گروه قاچاقبر ضرورت گذراندن عملیات مخصوصی جنگی به میان آمد. در نتیجه زدوخوردی مسلحانه یک نفر قاچاقچی شهروند افغانستان بشیر ولدی احمد تخمینا 37-40 ساله به ضرر گردانیده شده. اعضای دیگر گروه جنایت پیشه به سمت افغانستان فرار نمودند. ضمن از گذرانی جای حادثه 3 بارخلطه پلی‌اتیلنی با 25 بسته واسطه نشادر نوی حشیش دریافت و مصادره کرده شد. طبق خلاصه شعبه اکسپرتیز سودی ریاست اگنتی نظارت مواد نشادر در ولایت ختلان مواد دریافت شده واسطه نشادر نوی حشیش بوده وزن عمومیش 20 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. وابسته به حالت مذکور از طرف شعبه تفتیشات ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان با دسترسی ماده‌های 200 قسم 4 بند د 289 قسم 3 335 قسم 2 و 195 قسم 2 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد.